سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. بعد از فکر کنم حدود 40 روز دارم ویدیو میذارم براتون. یه مدت نبودیم، مسافرت بودم و توی کامیونیتی، قسمت همین کامیونیتی یوتیوب گفته بودم که آقا مریض شدم، قبل نتونستم کلا بیام. بعد اینکه اون برام خورد به تعطیلات عید و چون خیلی ویدیوها بازدیدش خوب نبود و انگیزه ای نداشتم، گفتم مثلا یه مدت بذارم برم استراحت کنم که ان بتونیم دوباره با قدرت بیشتری برگردیم. توی این ویدیو تامنیلش دیدید 56 تا کیل گرفتم توی کاستوم که کلا 36 نفر بودن و بیشتر کیل بچا توی همین بلک مارکته. خب و توی تامنیل دیدید که قراره بهتون بگم چجوری زیاد کیل بگیرید و اینا همشون اکثرش پینگ و نگاه، همش بستگی به خودتون داره. خب توضیحاتشو بهتون میدم. همین اول کارم شروع میکنیم به گفتن توضیحات. تفره نمیرم که مجبور بشید تا آخر ویدیوی منو ببینید. پس اگر میشه ویدیو رو لایک کنید، لایک یادتون نره، یه کامنت هم بذار که یه حمایتی از من شده باشه. بچه‌ها ببینید، برای اینکه توی همین بازی کال آف دیوتی موبایل بتونید زیاد کیل بگیرید، بهتره که کاستوم شرکت کنید، چون توی رنگ بچه‌ها چنین تعداد کیلی تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. یعنی این حجم از پلیر اصلا توی رنگ نیست 56 تا که بخواید بزنید. یعنی باتماته که دیگه این باتا بیشتر به پست شما هم نمیخورن. و اینکه بچه‌ها کاستوم شرکت کنید. سطح کاستوم وقتی خیلی بالا بشه این تعداد کی غیر منطقیه. یعنی شما نمیتونی 56 تا پلیر خوبو بزنی واقعا توی کاستومی که همه خوبن. و اینم بچه‌ها بهتون بگم، خیلیاتون فکر میکنید که کنار اسکواد بودن یه جاهای خوبه. اصلا اینطوری نیستش. شما وقتی که بازی استارت میشه لند میکنید جای شلوغ، ببینید برای اینکه بتونید تعداد کیل زیاد بگیرید حتما باید برید جای شلوغ. یعنی اینطوری نیست شما بخوام، ما اول بازی خودمون رفتیم نیو ویژن، فکر میکردم اونجا شلوغ میشه ولی اینطور نبود. همه اومده بودن بلک، سریع لوت کردیم برگشتیم بلک مارکت. حتما باید برید جای شلوغ تا بتونید زیاد کیل بگیرید. این اول بازیه که باعث میشه شما زیاد کیل بگیرید. چرا؟ چون بعد از اینکه از اون مکان اولیه خارج میشید، شما باید سوار وسیله نقلیه بشید، کلی مسافت طی بکنید، میرید سراغ گاندراب، شاید توی این مسیر یکی دو تا دونه انمی ببینید، اونم چون هم تیمیاتون چسبیدن به شما باعث میشه که شما نتونید زیاد کیل بگیرید. چرا؟ کیل دوزی اتفاق میفته، اون بنده خدا میخواد کیل بگیره. فقط توی بلک مارکت یا مثلا پلتفرم اینجور جاها توی کاستوما خیلی شلوغ میشه. اینجور جاست که شما میتونید زیاد کیل بگیرید. اینم بگم توی اینجور جاها نباید به اسکوادتون بچسبید. یعنی اگه به اسکواد بچسبید همون جریان کیل دوزی اتفاق میفته، همش با فشار بخورید، چون اون بنده خدا هم دوست داره کیل بگیره دیگه. یعنی خودمون هم همینیم. یعنی اینجوری نیست که بگیم هم تیمی ما کیل دوزه، نه، هممون همینیم. بچه شد جای شلوغ لند میکنی به اسکوادت نمیچسبی و همون اول بازی سعی میکنی کیلاتو بگیری، چون از اون مکان اولیه خارج بشی دیگه نهایتا تا آخر بازی بتونی 6 تا 7 تا 10 تا خوش شانس باشی 15 تا کیل بگیری، که اگر مثلا توی مکان اولیه با 5 6 تا کیل بیای بیرون کلا 21 2 تا دونه کیل گرفتی، که تعداد کیل خیلی بالایی توی کاستوم نیستش. خب این نکاتی بود که خودم همیشه رعایت میکنم. بعد اینکه بهترین توصیه من برای شما برای استفاده از اینکه با چه گانی بتونید تعداد کیل بالا بگیرید، بچه با اسنایپ نمیشه، اسنایپ رایفل نمیتونید، اسنایپ شاتگان نمیشه این تعداد کیلو گرفت. بهترین ترکیب همین رایفل و شاتگان هستش. SMG رو فعلا توصیه نمیکنم، مدتیه که کلا SMG از دور خارج شده بچه. یه زمانی من SMG پلیر بودم، قدیمی‌ها میدونن، ولی الان دیگه اینطور نیست. شما دیگه نمیتونی با SMG بری وسط مپ بزنی. شاتگان پلیر خوب بخوری به SMG پلیر خوب قطعا میزنه، نمیتونی کاریش بکنی. مگه اینکه حالا حفظ فاصله بکنی، 2 تا رو 3 تا رو 10 تا رو حفظ فاصله بکنی. 50 تا کیل نمیتونی 50 نفر حفظ فاصله بکنی، میزننه. این نکات رعایت کنید. و اینکه یه نفر توی کامنت ها وقتی شورت ویدیو گذاشتم که آقا 56 تا کیل گرفتم قراره به زودی ویدیوشو بذارم، یه بنده خدایی یا خیلی از شما ممکن طرز فکرتون این باشه که آقا ما هم اگه دیوایس خوب داشتیم قطعا زیاد کیل میگرفتیم. آره، این حرف راجع به 50% از اونایی که این حرفو میزنن واقعیت رو میرسونه. یعنی خیلی از شماها ممکنه دیوایس خوب دستتون باشه، خیلی از ما بهتر بازی کنید. یه سری هم بچه‌ها هستن فقط حرف مفت میزنه،
بهترین دیوایس هم به طرف بدی باز بلد نیست راه بره. اول از همه چی برمیگرده به استعداد شما. استعداد داشته باشی. من دیدم طرف با گوشی ضعیف جوری بازی میکنه پشمای همه میریزه. به این چیزا نیست. ولی در کل دیوایس خوب آره موثره. من خیلی قبول دارم اینو. شما دیوایس خوب داشته باشی میتونی کاستومایی شرکت کنی که تعداد کیل چی میگن تعداد نفراتی که تو اون کاستوم دارن شرکت میکنن زیاده و اونجا میتونی آره زیاد کیل بگیری. گوشی و یا دیوایست هم دیگه لگ نمیزنه. ولی الان این بازی نمیدونم چی شده این سیزن پینگ من کلا میره بالا. یعنی دیشب میخواستم بازی کنم پینگ از 60 یه دفعه میپرید 150 قفل میکردم. دیشب فقط فشار خوردم. از طرفی هم این سیزن دیوایس من داره لگ میده آیپدم. من نمیدونم برای چیه ولی هر چی هست توی این سیزن این اتفاق افتاده. با امیدوارم که زودتر حل بشه این مشکل. نمیدونم اونایی که آیپد دارید بگید شما هم این مشکل دارید یا نه یا حالا با گوشی هستید کلا این مشکل هست یا نه. این با توضیحات من تا اینجای کار 18 تا کیل گرفتم تا 56 تا مسیر خیلی زیادیه. ببینید اگر دوست داشتید تا آخر و نکات کلیدی برای زیاد کیل گرفتن رو بهتون گفتم. یه نکته دیگه راستی همیانان اینکه شجاع باشید راش بدید. یعنی باید برید تو دل انمی باید برید تو دل اسکواد. میگم اینجوریه که بازیتون خوب میشه بچه‌ها. توی جای شلوغ توی شرایط سخت یه مثالی هست میگه با آدم قوی تر خودت بازی کن شاید به بازی ولی بردن رو یاد میگیری. سوسماس پلی کن. آره سعی کنید که توی شرایط سخت خودتون رو قرار بدید تا سخت بازی کردن یا پرو پلیر شدن حرفه‌ای شدن رو یاد بگیرید. امیدوارم که همتون یه روزی اون جوری که دارید ویدیوها رو میبینید و حسرت میخورید بتونید دیوایس خوب داشته باشید زیاد کیل بگیرید و از این بازی لذت ببرید. لایک و کامنت یادت نره. اگر دوست داشتی تا آخر ببین. اگه ندیدی یه لایک بکن بعد برو. دمت گرم عشق منی. فعلا. Get some rest, soldier. دو تکست وایتی رو زدی. Airdrop in. دیدم اسپکت Airdrop in. کجا زدیش؟ باش میکنم بابا بندیش کردم واقعا. Engaging the enemy. Engaging the enemy. Get some rest, soldier. Airdrop has been delivered. Get some rest, soldier. درست شما مرسی. باید درست چیه برای اگه درست بازی دارم اگه درست شد بابا هرچی اومدم با شاتگان به ضربش نشد کارکترم نشست یه وضعیتش.
چی؟ کی بیا برو. نه تبریزم تو کدوم از این باکساست؟ بابا زودتر بگیری. خیلی زشت. Engaging the enemy. Get some rest, soldier. درسته؟ بالای زیپلاین. Airdrop has been delivered. Enemy eliminated. بیا این بر. اینا رو بزنید توی خونم. Chip terminal is almost ready. Teams are eliminated. Down to the last 5. Skills. The safe zone is collapsing. اه. خب اسمت رو اون خونه بیرونی هست. ببین این سقفه رو چرا ببین این خونه که اینجاست. وای نستیم با خط بگیری ها بی ناموس شرط بگیرم. Engaging the enemies. Airdrop incoming. من خوش دادم تو خوش میدی به خود میاد. Changing. Cover me. Skill chip ready for upgrade. Airdrop has been delivered. بیوایشو بردارم. Engaging
بایستا من دارم فکر برم می‌دارم کی برداشته؟ من کجا بفهمیم؟ کجا می‌پسد بگیره میشه؟ Get some rest, soldier. ریوایوی ها سری لوت کردن این اچ اس کسی نیست Get some rest. Airdrop incoming. سخته Airdrop has been delivered. Enemy spotted. Enemy eliminated. آره آره Just run off of it. Enemy is near. Never mind. من تو کجا بیام الان Get some rest, soldier. بکمون تو سوله بکمون تو سوله Enemy is near. جنگ دیگه هم تو زده این Reloading. جنگه این جنگ او رو صف اینجا فیلمو صف کرد Chip terminal is almost ready. روش کرده بودم آره منم The safe zone is collapsing. ریوایوی رفت همون بالا Airdrop خودشو روت incoming. کنه
تا کیل باید Airdrop باشه. has been delivered. چند تایی؟ رو ستوله همون جایی که خودش اومده بود. بیا. بیا دمجه. Only 2 teams left. Getting close to victory. دمجه. Get دادش. some rest. Get some rest, soldier. کجاست؟ آره. من رفتم بیان. زدی دیگه 52 تا رو زدی. اون بر بودی ای اومدی این رفت. برگر نگردیم من سزون رو باید بگیم دو دیگه. نفر دارن از زیپلاین میان و یکی زیپلاین Reloading. یکی دیگه هم باید بیاد یا داره از آب میاد داره اچستر. Get some rest, soldier. من ریوایل شدم Get some قشنگ. ای بابا تانک سفید تانک ها زیبکن شدن Get some rest, soldier. این بر لوت هستی که هست آره. اینجا با این تانک سرویس کردم. اوکی الان برو جلو. اگه نیده بی نهایت داری چرا نمیدازی؟ من نیدم بی نهایت نیست. اسیس چند تا باید بزنی؟ من چند تایی؟ پرنسس وکی کارسکن Airdrop incoming. تیر Here. Get some rest, soldier. Changing mag. Chip terminal is almost ready.